وای که چقدر دلم برای هاسپیتال 666 یا بیمارستان 666 تنگ شده بود. واقعا تنگ شده بود. دیدین که همین یکی دو هفته پیش مدرسه ترسناک رو شروع کردیم، هم مدرسه 666 و تمومش کردیم. ولی خب اینو یه مدت خیلی قبلتر شروع کرده بودیم، ولی تا طبقه 300 رفتیم و ولش کردیم. خیلیاتونم توی کامنت همه ویدیوها میگفتین که ابوالفضل ادامهشو بذار و حالا اومدم که ادامهشو براتون بذارم. توی این قسمت علیو نداریم، ولی از قسمت بعدی بهمون اضافه میشه به فنای. الان ما طبقه 300یم دیگه، خودتون میدونین و داستان دقیقاً مثل همون مدرسه 666 فقط سخت‌تر و هر 100 طبقه‌ای که می‌خوایم بریم بالا بچه 6 تا نیست 16 تاست، خیلی سخت‌تر شده و الان توی طبقه 300 ما این اتاقو باز کردیم. وای 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 وای. البته اتفاق خاصی اینجا نمیفته چون که الان هنوز اولین طبقه هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم دیگه همه جا رو حفظ کنیم بچه‌ها. خب اولش دیگه یادتونه دیگه بچه، حتما قسمت قبلی رو ببینین یادتون بیاد. این راهروه بود، بعد اون اتاق باز شد، بعد اون اتاق باز شد، بعد حالا این اتاقه. اوکی بریم ببینیم چه جوریه. همه چیو به دقت کنیم. این آمپوله رو باش حاجی. خب اینجا همه چی فیکسه دیگه. دارم حفظشو میکنم بچه، به خدا فقط دارم حفظشو میکنم که یه وقت به فنا نریم. خب مانیتورم خاموشه، کیبوردش هم فارسی انگلیسی کیبوردو باش، من دقیقاً به فارسی انگلیسی. این که هیچی نداره، اینم هیچی نداره، اینم هیچی نداره، اینم یه منظره است. همین. اینم مانیتورش اینجوری استیم داره روش نصب میشه. عالیه. خیلی خب آقا همه چی عالیه. این آدم هم نشسته. برو بریم. اولین طبقه ها معمولا چیزی نداره. اوکی. من باورم نمیشه که قرار 16 طبقه رو بدون علی برم. نگاه کن بچه، الان میبینی 301 تا 316 باید بری تا بخوری به باس فایت. گرفتین؟ وای خیلی سخت تر از چیزه. اسکول 666 مدرسه 666. بعد جالب اینجاست بچه، گاهی اوقات این بیرونش هم حتی یه اتفاقاتی میفته، فقط اون اتاقه نیست. این بده. خدایا چیزی نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینم چی؟ فکر کنم اون اتفاقات داره میفته بچه، چون یادمه یه بار سقف پایین میومد. این که هنوز استیم داره توش نصب میشه. این هم که اوکی هن. تو این چیزی نیست؟ نه منظره است دیگه. و زیر اینا چیزی نیست بچه، اینا خیلی حساسن. زیرشو یهو میبینی یه چی هست. اینجا اون چشما نیستن. آمپوله بلند نشه یه وقت بیاد دنبالمون. یادم اینجاها آمپول میومد دنبالمون. خب آقا بریم. چیزی نداشت اینجا. بریم بعدی. وقتی چیزی نداشت میریم آسانسور بعدی. اگه چیز عجیبی دیدیم بعد برگردیم به آسانسوری که ازش اومده بودیم. خب بریم 300. جان من اشتباه نکرده باشم. وای اوکی رایت بیبی. خب آروم با احتیاط. آمپوله بلند نشه بچه، آمپوله بلند بشه به فناییم. اینور آدم میترسه. اینجا رو نگاه کن. تابلو فیکسه، این بالا فیکسه. این یارو اش نگاه سب کن. فکرم لاغر شده یکم. چیزی جان من آمپوله بلند نشه ها. بابا مگه میشه نباشه چیزی؟ تا الان واقعا چیزی ندیدم. یه چی هست، یه چی داره. بذار ببینم. نمیدونم. نمیشه این چیزی نداشته باشه، واقعا نمیشه، چون چند تا پشت سر هم. مگه میشه همچین چیزی؟ شاید بیرونش یه چیزی هست ها. آقا چه خبره؟ جان من اینجوری سختش نکنین، ما نایی نداریم بچه. آها اینو یادتون که هست ما اول هاسپیتال 666 بیمارستان 666 رو شروع کردیم و دیگه باید اینو یادتون باشه که این 10 برابر سخت تر از مدرسه 666. خب بریم بعدی. اینم واقعا هیچ مشکلی ندیدم. خدای اشتباه نکرده باشم، خدای خواهش میکنم. وای 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 وای. تو الان اولی اشتباهی نداشت، دومی هم اشتباهی نداشت. چی یعنی چیزی نداشت.
دیدی گفتم چیزی نداشت. از اینجا فکر کنم انومالیا شروع بشه. بچه خودتون رو بگیرین خیس من میگم نریم تو دیگه. ابعادو که میبینی چقدر گنده شد. یا پیغمبر چقدر گنده شد. دیدی چقدر بزرگ شد. بعد علی هم نیست که بچه بفرستمش تو دل خطر، چون اگه مثلا من تنها هم دیگه بمیرم از اول میاد دیگه. دوباره میفتیم طبقه 300. بریم. یا خدا اولی انومالی چه وحشتناکی بود. خوب شد نرفتم تو دلش. میدونی محض احتیاط یهو دیدی بلند شد 2 تا مشت زد رومو مردیم. و یه چیز خطری هم داره بچه، آمپول داره. آمپول اگه بلند شه به فنا. این چشا رو نگاه کنین. پلکم میزنم. میدونی پلکم میزنم. برگا وای خیلی بدتر ساکه. بذار بریم بعدی. ایکس مستر تو بدون علی هم میتونیم. از بس تکیهگاهمون علی بود. تکیهگاهمون نبود، مینداختیمش تو دل خطر خیالمون راحت بود. حرف میزد با همون، نمیترسیدیم. اینجا الان تنها. آمپوله نیاد جونه حرکت. آمپوله بیاد آقا سریع تماشا بره. گربه رو میبینی اون بالا میاد. آخه این چه نوع انومالیه؟ گربه رو دیدی اون بالا داره میمیره؟ یکو اونجا رو نزدیکش نمیشم بچه، میترسم. دارم میگم نمیخوام برم تو دل قدر دیگه. وای بریم ایکس مستر تو میتونی. 306 بیار. 306 10 طبقه دیگه مونده. ایکس مستر تو میتونی، فقط دووم بیار. همه چی فیکسه. داداش برو آمپول بلند نشه یه وقت. آمپول برو بلند نشی داداش. یه چیزی نیست؟ نه نیست. کلن مدرسه 666 خفن‌تر و جالبتر بود، ولی این سخت‌تره. گرفتم پشت سرمونه. یا ابوالفضل بدوی وای مانیتور رو دیدیم بچه؟ تو مانیتوره داشت همون اتاق نشون میداد با یه آدم سیاه پشت سرمون. خوب انومالیا رو دارم میبینم، همشون رو تشخیص میدم. خوبه. طبقه 307 رسیدیم. بریم. مطمئن بودم میرسیم. من دیگه خودم مطمئنم که داداش نمیرم تو بچه. این اتاقا رو نمیشه برید. آمپوله بلند نشی یه وقت. دادا بلند نشی یا دادا. خب اینجا چیزی نیست. این آینه نداره، خدا رو شکر آینه نداره. برادر واو برادر مشتی اینم چیزی نداره. فقط گربه‌ای که اون بالا داشت میمرد. اونو مثلا من اگه نمیدیدم به فنا بودیم ها. آقا هیچ دیگه چیزی فکر نکنم داشته باشه. همه چیشو نگاه کردم. با دقت. میترسم یه وقت سوتی بدم. بریم آقا چیزی نداشت. بعدی چیکار کنیم؟ اینجا یه وقت چیزی تغییر نکرده باشه. صندلیه که هموناست، سقفم همونه، کفم همونه. یه بازی دیگه هم بود اگزیت 8 یادتونه؟ وای که چقدر اگزیت 8 هم باحال بودا. خب بریم 308. اوکی الان هیچی ندیدم عجیب و غریب. باید بریم طبقه بریم. چی شد؟ آخ فکرم اشتباه کردم. بازی نمیذاره آدم از خودش مطمئن باشه، همه شک میکنه به خودت. آمپوله نیاد. یه سوزو شنیدم. غلط کردم رفتم. بچه صدا رو شنیدیم؟ گفت
شنیدید؟ شما هم قطعا شنیدید. خب تمومش کنیم بازی کسی. با 24 ساله هستم، 5 ساله هستم. چی؟ صبر کن. 25 ساله هستم، از کرج. اسمم اوشیش. رو دفتره نوشته 6 بچه. رو دفتره نوشته 6. وقتی نوشته 6 یعنی بگاز برو. برگردیم بوتو. میخواستم بگم میخواستم باحالش کنم، بگم 20 ساله هستم، ابوالفضل هستم، کرج از 10 سال. خب نه بیمزه بود. آمپوله نمیشه بلند شه آقا؟ آمپوله رو کلکشو میشه بکنی آمپوله بلند شه من فرار کنم؟ چون بچه میدونم آمپوله بلند میشه، میخوام کلکش کنده بشه. حاجی آمپوله رو بلند کن جون هر کی دوست داری. سیبیلش یکم زد. نزد؟ یه چیزی نیست جان من، نترسونی منو. باشه این تابلوه کسی نیست، فقط اونی که گفت بدترین چیز دنیا بود. داداش یه اتفاقی میگم داداش، سقف داره میاد پایین. میبینی سقف داره میاد پایین؟ سقف نگاه کن داره میاد اینجوری پایین. وای خوب شد دقت کردم فهمیدم. سقف نگاه کن. الیمنتس به اگزیت. آجو برم دیگه، ول کن. فکرم سقف اینجا داره میاد پایین، سقف اونجا داره میاد پایین. برو بریم برگردیم آجو. فکرم برسیم پایین یه بلایی سرمون بیاد. خواه نه خواه چی؟ همه بیاد درست. خواه یا ناخواه. خواه یا خواه. بچه چی میگم؟ 311. اوکی همه چی فیکسه. گفتم نامردا تو بیمارستان 666 این روها میراد داره. جان من آمپول بلند نمیشه نه؟ نمیخوای بلند شی داداش کلکت کنده بشه من راحت بشم بری ها؟ خاخ نمیشه بلند نمیشه. زیر این کله بچه یادمه میومد، کله بچه. تابلو هم کسی نیست. بعد از بس انامالی دیدیم طبیعیه که این هیچی نداشته باشه فکر کنم، چون انامالی زیاد دیدیم پشت سر هم. سقف پایین نمیاد، زمین بالا نمیره. بعد آدیو فکر کنم واقعا هیچی نداره دیگه. هرچی فکر میکنم نباید چیزی داشته باشه. شک دارم نمیخوام خط به فنا بریم میدونی؟ یه تختی چیزی نیست، تو کمدام چیزی نیست، جام چیزی نیست. آقا بریم تمام تلاشمو کردم هیچی ندیدم. اینجا هم که مشخصه هیچی نیست بابا. بریم اگزیت 311 این. وای تو رو خدا التماس. یس خیلی استرسی بچه، اصلا مثل مدرسه 666 نیست راحت ببینی بری. آمپول هستی درسته؟ کلا رو ببینی اون پایین، کلا رو دیدی اون پایین زیر مبل، کلا رو بچه اگه ندیدید ویدیو رو یکم بزنید عقب ببینید. من میترسم یکم اونجا باشم میدونی، بدنم الان داره پشت سر هم مورمور میشه. علی کنارم نیست این موقعی صبح. مسخره بازی. طبقه چند بودی؟ 313 بودیم؟ آجی آمپوله نمیاد داشت نور قرمز بفهم که چه اتفاقی اصلا نمیخوام ببین. اگه علی بود الان میرفت اون پشت ببینی چه خبر. نمیگم بچه نمیشه، ریسکه بچه میترسم. ول کن ریسکه واقعا.
یه لحظه فکر کردم به این که برم پشت پرده از لای اون نگاه کنم، بعد گفتم آقا فرض کن بمب باشه مثلا، بعد بتره کنتمون، کل این 13 طبقه میشه دوباره 300 دوباره. حالا همه اینا رو برو دوباره. فکر کنم دیگه اینجاها چیزی نمیاد بچه ها، اینجاها دیگه طبیعتا چیزی نمیاد. اگه چیزی هم بیاد میفهمیم. اون اوایل میومد فکر کنم. خرد کرد باشه جان من داره باشه، جان من باشه. تو رو خدا آقا در باز کن. دیگه غلط میکنم بیام هاسپیتال چیز 315 یه طبقه دیگه دووم بیاد ایکس بس، یعنی این طبقه و طبقه بعدی دووم بیاد تمومه. باسی داداش باسی. آمپوله رو دیدم نمیاد بیرون که دیگه بریم فقط بریم. آمپوله رو دیدم بالاخره، آمپوله رو انقدر نیورد طبقه 15 آورد 315. آخری هم طبیعتا نباید داشته باشه انامالی، ولی این بازی خیلی غیر قابل پیش بینی باشه. یهو 4 تا طبقه پشت سر هم انامالی میده. اصلا قابل پیش بینی نیست اصلا. حتما چک کنیم. مثل اسکول 666 نمیشه اعتماد کرد. یهو زارت بری همینجوری. یه پیام چرا برای من انامالیه اینا؟ کم پیام اومد. خیلی خوب. بچه یه جوری نیست. دیوارا به نظرتون تغییر نمی‌کنه؟ بچه دیواره این نبود. دیواره نگاه کن، این نبود. این انامالیه. شک کردم آقا نبود، حتما نبوده که دیگه توجهمو اینجوری جلب کرده. نبود، اینجوری نبود. بریم. انامالیه. دیواره دیدین؟ دیواره انگار سیمانی شده بودن، سیمان سفید همچین چیزی. خیلی خوب آقا بریم، خدا اشتباه نکرده باشم. بریم باس فایت. درست گفتم. دیدی گفتم بریم باس فایتش ببینیم چی. بچه باس فایت اینو من نمیدونم. چیه آقا؟ چیه؟ وای یعنی چی؟ مسئله چرا من سیاه هم اینجا کامل؟ ببینی؟ آقا چقدر ترسناکه. در درست کدومه؟ داره میاد بالا. وای چقدر در. وای داره میاد بالا. وای
گردنمو شیکوندی یکی. آقا الان فهمیدم این اولیه نیستن. خب این نیست، اینا هم نبودن، اینا هم این اولیه نبود، دومی. Shut the door. درم بس. اوکی یکیشون جامسکی. وای به این ورشون هم هست. اینم این ورش که داره. در درست کدومه؟ آخ مردم. وای آخری اون بودم. بچه خیلی درد داره، من کجا بدونم راه درست کدومه؟ میخوان الان اینجا بودم. خب آخری چیزی نیست. اینا رو حالا همشونو بگردیم. دارم تک تک رو میگردم. اوپی وای خیلی خب اینجا هم گشتم. اوکی بی طبیعتا مثل همه این ورم گشتیم. حالا اینجاها رو بگردیم. این چی نیست. زهر مار چقدر ترسناکن. اوکی خیلی خب اینجا وایس شد دیگه. بابا من رفتم این ور. بچه چقدر سخت شد. اینجا بودم. این همون بود که ترکون منو کشت. اینجا یا حالا در خروج رو دیدم. در خروج رو اینجا گذاشته بود کثافت. فوی بریم. وای بچه ها پیر شدم. وای تا رسیدم. چقدر ترسناک. اون کله ها توی توالت چقدر بد میخندیدن. خیلی بد بودن. همشون هم مثل هم بودن و یه دریای قرمز هم میومد و خیلی بد بود بچه ها. ولی پارت بعدی که طبقه 400 به بده رو قراره با علی بریم. وای اون خفنه. و اینم بگم که این فقط یه چپتر داره، مثل اسکول 666 نیست که 3 تا داشته باشه. یه چپتر داره ولی هر 100 طبقهش 16 تاه. بریم ببینیم چجوریه. باس فایت های متفاوت، جاهای متفاوت. الان برای این یکی بذار ببینم چی باز شده. بذارم کجا باز شده. بذار ببینیم. توالت برای این باز شده. خدا رحم کنه بچه‌ها. میبینمتون فعلا. بای بای.